برابر پهلوی اساسش 12 سانتی متر، طرف پهلویش 10 سانتی متر است. رویه های پهلویی و اساس کنجه های دو رویه‌ای و 45 گرادوس برابر را تشکیل می‌دهند. بلندی تتراهدر را یابید. اما مشق رقمی 72 بوده است. اینو ببینید خوب بچه‌ها. تتراهدر اول خودش چیزی بود، خیلی جسم بود. تتراهدر این پیرامیده که اساسش چیزی بود، 3 کنجه. اساسش چیزی؟ بگذار این اساسش باشد. اساسی پیرامید ما. بگذار این قله پیرامید ما باشد اس. معقول می؟ اینها تیغه های پهلویی. تیغه های چیزی؟ پهلویی. این خط ما خط اشتریخه برای اینکه چشمای ما به چیزی؟ نوعیان طرفی پشتی رهده. رویه A, C, S هست. گپی من ناز گوش کنید بچه. این اساس ما سه-کنجه ABC ما سه-کنجه برابر پهلو بوده است. سه-کنجه برابر پهلو ده دو تا طرفش به هم برابر، طرفهای پهلویی. گفته است که برابر پهلو اساسش 12 سانتی متر. بگذار AB اساس باشد. اساسش 12 سانتی متر و طرفی پهلویش 10 سانتی متر. این AS که BS ما 10 سانتی متر. طرفهای پهلویی بچه ها. یعنی که ما به چی داده شده است؟ نگاه کنید. همه اهمیت میدیم. AB ما 12 سانتی متر. یعنی که این اساس. مثلا اساس سه-کنجه برابر پهلو این هم یک اساسش است. اساسش 12. انا که AC و BC به هم برابر. AC و BC به هم چی؟ برابر همچون طرفهای پهلویی. اینها چند سانتی متر؟ 10 سانتی متر است. دوامش رویه های پهلویی به اساس کنجه های دو رویه‌ای و 45 گرادوس برابر را تشکیل می‌دهند. من این رویه های پهلویی کدام ها؟ ABS، BCS، ACS. خیلی این رویه های پهلویی اساس کتی بگذار انجا یک کنجی چند تشکیل داده است؟ 45 گرادوس. کنجی 45 گرادوس. اینجا بگذار مرکزی سه کنجه باشد. مرکز سه کنجه. اکو از بس که رویه ها کنجی یک خیره تشکیل میدن، بلندی ما مرکزی سه کنجه بیاده. بلندی ما 8 ما مرکزی سه بیاد، سه کنجه بیاد. این کنجی 45 گرادوس. بگذار اینا M مانیم نمیشه. M کنجی M. کنجی M ما کنجی دو رویه 45 گرادوس. اما مرکزی سه کنجه بگذار O بگیم. بچه‌ها گوش کنید. مرکزی سه کنجه ما این مرکزی دوره درون کشیده شده میشه. مرکزی دوره سه درون کشیده شده میشه. اگه چیزی یا بلندی یا گفته است. یعنی بلندی پیرامید یا گفته است. بلندی تتراهدر را یا. برای این چه می‌کنیم؟ برای این ما برای بلندی یافتن من این چیزی یافتن ماده کنم. این رادیوسی دوره درون کشیده شده. رادیوسی دوره سه درون کشیده شده میشه بچه‌ها. برای رادیوسی دوره درون کشیده یافتن فرموله رادیوسی دوره درون کشیده شده چه رو برابر بود؟ برابری S تقسیم P. P ما اینجا نیم پریمتر. S ما مساحت. اگه مساحت یافتن به چه می‌کنیم؟ یک بار دیگه مساحت ما میتونیم از روی تئورم پیثاگور از روی فرموله گران یابیم. از روی فرموله چیزه؟ فرموله گران این خیلی بودن. P ضربی P مینوسی A P مینوسی B P مینوسی چیزه C. اگه اینجا در A و B به هم برابر. این طرف A با کنجی B مقابل طرفی B. با کنجی S مقابل طرفی C. این طرفی C اساس بچه‌ها. بنابراین ما میتونیم A و B به هم برابر کنیم. جاش به یک تا A و B شگیریم. کوادرات چه میشه؟ P. تماشا کنید این چه میشه؟ ریشه P ضربی P مینوسی A در کوادرات A و B به هم برابر به طرفی پهلویی کو P مینوسی C.
تقسیمی با چه؟ p می‌نویسی a کوادرات آتا که ریشه برودگر p می‌نویسی a ریشه p ضرب p می‌نویسی چه است؟ 3 تقسیم p. از روی این فرموله بیتون حساب کتاب می‌کنیم. اول نیم پریمتر این p یافته می‌مانیم. گپی من نازش کنیم. برای پریمتر سکونجه یافته پنج چون کنیم هر سه طرفش جمع می‌کنیم می a جمع b جمع c میشن می اكو اینجا p نیم پریمتر حساب کی a جمع b جمع c تقسیم چیزه 2 اما بیزار این 3 باشه این a و b ده طرفای برای هم خیلی شوره کردیم کو دا جمع دا جمع 12 تقسیم 2 20 32 دو به تقسیم کنیم اگر چند میشه 16 است. انا جاش با آوره میگذاریم برابری جای پی به 16 ترکی امو 10 یک بار جاش بزنیم 10 ضربی ریشه 16 ضربی 16 مینوس 3 ما چند 12 خیلی تقسیمی با پی ما 16 برامدی 16 برابری A16 10 گیریم 6 ضربی A16 ریشه کواردی 4 مورد A16 12 گیریم 4 A4 ریشه کواردی چند مورد 2 تقسیم چیزه 16 یک بار اختصار کنیم 4 ضرب 2 8 میشه این که 2 به 1 اختصار میشه 6 2 تقسیم کنیم چند 3 значит رادیوسی دوره‌ای در اون کشتش نمو چند بوده است 3 سانتیمتر بوده است انا کو بچه ها این کنجی 45 گرادوس یا به من نازداشت کنید شما کاتتی با کنج مقابل OM ما رادیوس OM ما چه رادیوس نسبت کاتتی با کنج مقابل با کاتتی با کنج چسبیده نسبت کاتتی با کنج مقابل با کاتتی با کنج چسبیده H تقسیم M برابری تانگنسی سمتیت کنجی M تانگنسی کنجی سه M آفرین اینجا آش می‌آوریم R ضربی تانگنسی کنجی M R ما چند 3 سانتیمتر ضربی تانگنسی 45 گرادوس تانگنسی 45 گرادوس چند برابر 1 دارن 3 ضربی 1 برابر چند بلندی پیرامید چند بود است؟ 3 سانتی تمام. نویسید